سلام عرض میکنم. میخوام راجع به نقش تغذیه توی تعیین جنسیت باهاتون صحبت بکنم. یه سری توضیحات اول راجبش بهتون میدم و بعد میریم سر مسائل اصلی تر. اینکه بدن هر فردی 2 نوع کروموزوم جنسی داره که برای آقایون حاوی X و Y هست و برای خانم ها حاوی X هست و ما از این تنوع متوجه میشیم که این آقا هستش که تعیین کننده اصلی جنسیت جنین خواهد بود. حالا با توجه به پیشرفت‌های زیادی علمی که داشتیم و تحقیقاتی که انجام شده ممکنه یه سری راه‌ها بتونه تعیین کننده جنسیت جنین باشه، ولی هنوز با توجه به این همه پیشرفته هیچ کدوم به صورت 100% و قطعی نیست. ولی میتونیم با یه سری از این کارا احتمال دخترزایی یا پسرزایی رو بالاتر ببریم. با توجه به همین نکته کروموزوم‌های آقا و خانم ما میتونیم با توجه به زمان آمیزش احتمال دخترزایی یا پسرزایی رو بالا ببریم. حالا به چه شکل؟ اسپرم حاوی ایگرگ یه سری خصوصیات داره، مثل حرکت سریع و تندش، ولی دوام و انرژی خیلی کمی داره و زود از بین میره و برخلاف اون اسپرم حاوی ایکس حرکت خیلی کندی داره ولی دوام بیشتری داره و مدت بیشتری میتونه زنده بمونه. ما از این قضیه میتونیم استفاده بکنیم و از روی زمان آمیزش این احتمال رو بالا ببریم. برای پسرزایی اگر که زمان آمیزش روز تخمک گذاری باشه، روز تخمک گذاری یعنی روز 12 تا 16 دوران قاعده‌ای که به خصوص روز 14 رو ما پیشنهاد میکنیم، اگر که 24 ساعت قبل از تخمک گذاری یا حد اکثر 12 ساعت بعد از تخمک گذاری آمیزش انجام بشه احتمال پسرزایی بالاتر میره و برای دخترزایی اگر 3 یا 4 روز قبل تخمک گذاری و یا بعد تخمک گذاری باشه احتمال دخترزایی بیشتر خواهد شد که ما پیشنهادی که به مادر میکنیم این هستش که بعد از دوران قاعدگیشون به صورت متناوب تا 3 یا 4 روز قبل از تخمک گذاریشون آمیزش رو داشته باشن. این شد از زمان آمیزش. نکته بعدی میتونه راجع به پوزیشن برقراری رابطه باشه. گفتیم که اسپرم ایگرگ خیلی حرکت سریعی داره، پس ما اگر بیایم که پوزیشن هایی که عمیق‌تر هستن و دخول عمیق‌تر انجام میشه، اسپرم ایگرگ راحت‌تر میتونه به اسپرم حاوی ایکس تخمک برسه و احتمال پسرزایی میتونه بالاتر باشه و برای دخترزایی پوزیشن های خیلی عمیقی نیازی نیست. مسئله بعدی که میتونیم برای تعیین جنسیت ازش استفاده بکنیم pH رحم هست. pH رحم میتونه قلیایی و یا اسیدی باشه و ما با یه سری از مواد غذایی میتونیم pH رحم و واژن رو قلیایی بکنیم و احتمال پسرزایی رو بالاتر ببریم. برای پسرزایی ما مواد غذایی که حاوی سدیم و پتاسیم بالاتری هستن و کلسیم و منیزیم کمتری دارن رو به مادر پیشنهاد میکنیم. مثل چی؟ مثل میوه های حاوی پتاسیم بالا مثل موز، کیوی، مرکبات به خصوص پرتقال و لیمو شیرین، کلا مواد غذایی گرم مثل انجیر، مویز، پسته خیلی میتونه کمک بکنه. و اینکه ما تقریبا چون لبنیات کلسیم خیلی بالایی دارن برای مادرها متاسفانه باید حذفش بکنیم. مواد غذایی دیگه مثل کافئین هست. کافئین هم برای مصرف مادر هم برای مصرف پدر توصیه میشه، به خاطر اینکه انرژی میده که حرکت اسپرم ها رو میتونه سریعتر و بهتر بکنه. راجع به مصرف نان و غلات به خصوص جوانه گندم، برنج، خود نان ها خیلی میتونه کمک کننده باشه. گوجه فرنگی پتاسیم خیلی بالایی داره. اگر بخوایم به طب سنتی هم مراجعه بکنیم، جوشوندن برگ کاسنی و یا عرق برگ کاسنی میتونه موثر باشه برای پسرزایی. توی سبزیجات تره، شاهی و تربچه میتونه کمک کننده باشه و حبوبات هم مثل عدس میتونه احتمال پسرزایی رو بالا ببره. و مورد دیگه که میتونه باعث pH قلیایی برای محیط واژن یا رحم بشه، برخی اعتقاد دارن که اگر 1 روز قبل از آمیزش مادر محیط واژنش رو با جوش شیرین شستشو بده، میتونه محیط واژن رو به صورت قلیایی در بیاره و احتمال پسرزایی رو بالا ببره. و یه مسئله دیگه راجع به ارگاسم خانم ها هستش. وقتی که خانم به ارگاسم میرسه محیط واژن قلیایی میشه، پس ما برای پسردار شدن بیشتر توصیه میکنیم که اول مادر به ارگاسم برسه و بعد پدر، ولی برای دخترزایی بهتره که مادر ارگاسم نداشته باشه. و اما کارهایی که میتونه pH محیط واژن و یا رحم مادر رو اسیدی بکنه، یعنی pH کمتر از 7، مواد غذایی که میتونن این کارو بکنن مواد غذایی که کلسیم و منیزیم خیلی بالایی دارن و از اون طرف سدیم و پتاسیم کمی دارن. مواد غذایی مثل شیر و لبنیات که کلسیم خیلی بالایی دارن
میوه های مثل به، سیب، هلو، انار توی تحقیقات خیلی زیادی بهشون اشاره شده. مصرف گوشت قرمز و ماهی میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و حبوباتی مثل لوبیا میتونن خیلی تاثیرگذار باشن. اگر که توی مصرف نان و غلات یا مثل نون، برنج، ماکارونیشون میخوان استفاده بکنن، حتما باید بدون نمک باشه. ما کلا میایم نمک رو از رژیم غذایی مادرانی که میخوان دخترزا بشن حذف میکنیم. و راجع به سبزیجات برگسبز تیره هست مثل بروکلی، اسفناج. اینا مواردی هستن که میتونن کمک کننده باشن برای دخترزایی. با توجه به همه این توضیحاتی که دادم، مادری که میاد و رژیم تعیین جنسیت میخواد، ما باید از یه سری مسائل آگاه باشیم و شرایط مادر رو بررسی میکنیم. مثل بیماری‌هایی مثل پرفشاری خون نداشته باشن، اختلالات عصبی نداشته باشن، نارسایی کلیه نداشته باشن و یا کلسیم بدنشون خیلی بالا نباشه یا خیلی پایین نباشه. به خاطر اینکه ما این رژیم هایی که میدیم برای پسرزایی حاوی سدیم و پتاسیم خیلی بالایی هستن و برای دخترزایی کلسیم خیلی بالایی دارن. من خودم توصیه به این رژیم نمی کنم، به خاطر اینکه رژیم غنی نیستش برای مادر تو دوران حساسی که داره. به عنوان مثال به مادری بخوام توصیه بکنم که توی این مهمترین دورانش بخواد از سدیم خیلی بالا یا مواد غذایی که نمک زیادی دارن استفاده بکنه، و یا اینکه بخوام مادری رو توی این دوران از منابع غذایی که حاوی کلسیم هستن محروم بکنم، توی دورانی که میخواد از ذخایر کلسیمی بدنش رو کامل بکنه و بعد توی دوران شیردهی ازش استفاده بکنه. و مسئله دیگه ای که هست این هستش که مادر باید حدوداً 3 ماه قبل از بارداری این رژیم رو رعایت بکنه تا بتونه احتمال دخترزایی یا پسرزایی رو بالا ببره. و با توجه به همه این مسائل من میگم که همین که مادر این نعمت رو داره که بتونه بچه دار بشه، این خودش شکرگزاری داره و همینقدر که ما بتونیم چه دختر چه پسری متولد بکنیم و تربیتش بکنیم و تحویل جامعه بدیم، همین برای ما کافی هستش.